در مورد این صحبت کردیم که سئو کلاه سیاه چیه، اصلا ماجراش چیه، به چه کسی کلاه سیاه میگیم و یه سری حالا ترفندهاشو بهتون گفتم. این ویدیو میخوام در مورد سئو کلاه سفید و کلاه خاکستری صحبت کنم. ببینید مفهومی که براتون باز کردم اینه که کلاه سیاه و سفید فرقش این نیست که اون کلاه سیاه کاره میره بکلینک میزنه و این کلاه سفیده مثلا روی محتوا و چیزای سئو داخلی تمرکز میکنه. نه، کلاه سفیدی داریم که ممکنه سئو خارجی سایت هم براش مهم باشه و روی اون هم کار بکنه. پس این دوتا خیلی ربط به داخلی و خارجی بودن فعالیت های سئو نداره. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که کسی که سئو کلاه سفید داره کار میکنه، تنها فرقش با اونی که داره کلاه سیاه کار میکنه اینه که سئو کلاه سیاه ما توش قوانین گوگل و الگوریتم های گوگل رو زیر پا نمیذاریم و به این قوانین احترام میذاریم و هیچ وقت سعی نمی کنیم الگوریتم های گوگل رو دور بزنیم به حالا ترفندها و روش هایی که هست و یه سریاشو تو ویدیو قبلی بهتون گفتم. اینجا ما فقط بر اساس چیزی که گوگل میگه آقا یه دونه تگ چک بزن، میگیم چشم. گوگل میگه که آقا برو تولید محتوای مرتبط بکن، میگیم چشم. گوگل میگه توی یه حوزه کار بکن، نیاز کاربر رو رفع بکن. عرض به خدمتتون که کاربر اومد تو سایتت انقدر تبلیغ و چرت و پرت و اینا بهش نشون نده، میگیم چشم. هر چی گوگل گفت و هر الگوریتمی گوگل اوورد تو کار ما فقط بهش میگیم چشم. این میشه سئو کلاه سفید و فرآیندها و استراتژی هایی که توی کلاه سفید پیش میبریم، همه بر این اساس. حالا سئو کار کلاه خاکستری چیه؟ طبیعتا کسیه که بین سفید و سیاه داره فعالیت میکنه. یه مقدار از کلاه سفید میدونه، یه مقدار هم از کلاه سیاه و داره تلاش میکنه که تا جایی که میتونه هیچ کدوم از قوانین گوگل رو نقض نکنه و اگرم نقض میکنه یه جوری باشه که گوگل به هیچ عنوان و هیچ وقت متوجه نشه. مثلا لینک سازی انجام میده خودش برای سایت خودش و میره کلی لینک تو سایتش تو سایت های مختلف درج میکنه و اینها، ولی حواسش هست که این لینک سازی رو طبیعی جلوه بده جلوی گوگل. یعنی گوگل گفته که آقا شما خودت برای خودت نباید بری مثلا میلیون لینک بسازی برای سایتت. آدم های دیگن که با سایت تو حال کردن و بهت لینک دادن، در این صورت اوکی، ولی خودت نباید بری این کارو بکنی. من نباید تشخیص بدم که یک نفر نشسته و داره هی برای یه سایت لینک میزنه. بر اساس الگوریتمایی که دارم اینو نباید تشخیص بدم. شما باید یه طوری لینک سازی بکنید تو سئو کلاه خاکستری که گوگل متوجه لینک سازی شما نشه. یعنی چی؟ یعنی طبیعی کار بکنی. طبیعی بودن یعنی چی؟ یعنی آقا غیر طبیعی نباشیم دیگه. مثلا من نشینم امروز هر روز سر ساعت 4 بشینم 10 تا دونه لینک بزنم. این مشخصه که یه آدم نشسته هر روز داره 10 تا دونه لینک میزنه. یا اینکه دقیقاً تو سایت های مشخص و مرتبط به همین برم لینک سازی بکنم. یا کلی کارهایی که باعث غیر طبیعی بودن لینک سازی میشه رو انجام ندم. به این میگن سئو کلاه خاکستری. یعنی خیلی با احتیاط و دقیق قدم‌های خودش رو برمی‌داره. فعلا به نظر من چیز دیگه‌ای نداریم که بخوایم توی ایده‌های سئو و اون مایندست هایی که توی سئو قراره براتون ایجاد بشه بسازیم. بریم با هم سراغ موضوعات عملی‌تر و از استراتژی سئو شروع بکنیم. در مورد تحقیق کلمات کلیدی و تارگت کلمات کلیدی صحبت بکنیم که بتونید یه استراتژی دقیق برای هر سایتی بچینید و به کمک این استراتژی هم بتونید پروژه بگیرید، هم پروژه‌ای که دارید رو به بهترین شکل ممکن پیش ببرید و بهترین رتبه ها رو بگیرید.